در جهان معاصر در برابر تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر تهدیدها سودای آدمان نیز همچون یکی از مشکلات جدی گلوبالی باقی میماند. این جنایت همچون پایمال کننده حقوق و آزادی‌های انسان و تهدید به امنیت ملی در سطح بین المللی اعتراف گردیده به ثبات اجتماعی و اقتصادی کشورها تأثیری منفی می‌رساند. با مقصد تقویت بخشیدن مقاومت به این ظهورات نامطلوب در شهر خوجند، سمیناری آموزشی در سمت تقویت دادن تجربه سودی هنگام بررسی پرونده‌های جنایتی علاقمند به سودای آدمان و تامین عدالت سودی نسبت به قربانیان سودای آدمان برگزار گردید. چاره‌بینی مذکور با تشبث کمیسیای بین اداروی عاید به مقاومت به سودای آدمان راه اندازی گردیده. در آن سودیه‌های سودی ولایت سوخت، شهر و ناحیه‌های منطقه، اینچنین پروکوروران ولایت و شهر و ناحیه‌ها اشتراک نمودند. همزمان در سمینار نمایندگان سازمان بین المللی مهاجرت، تشکیلات‌های جمعیتی، عالمان ساحه حقوق‌شناسی از دانشگاه ملی تاجیکستان، اینچنین کارمندان عملی مقامات حفظ حقوق اشتراک و معروضه‌های علمی تحلیلی ارائه کردند. ضمن سمینار تاکید گردید که جمهوری تاجیکستان همچون عضو فعال جامعه جهانی به کنونسیاها و سندهای بین المللی مربوط به مبارزه با سودای آدمان همراه شده قانونگذاری ملی را در این سمت تکمیل داده است. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت با سودای آدمان و رساندن کمک به قربانیان سودای آدمان در زمینه کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، کودکس‌های جنایتی، حقوق ویرانکنی مأموری، عائله و مهنت تهیه گردیده حفظ حقوق و آزادی‌های انسان را ارزش عالی اعتراف می‌نماید. سودای آدمان از روی خصوصیت‌های خود از همه جنایت بدترین پایمال کننده حقوق انسان میباشد که در نتیجه آن برای فریب، برای مجبور کنی و دیگر اصول و واسطه ها شهروندان به دام سوداگران آدمان افتاده به غلامی تبدیل می‌یابند. بنابراین حکومت جمهوری تاجیکستان ششم مرتبه می شود که نقشه ملی مقاومت با سودای آدمان را در دوره حاضره از سال 2025 تا 2027 قبول نمود و در آنجا در بندها آن دستور و سپارش ها معین کرده شدند که ما باید در این 2 سال در جمهوری چاره‌بینی های داخل داده را برگزار نموده سطح دانش، سطح آگاهانی اهالی بلند برداریم. اشتراکچیان ذکر نمودند که سودای آدمان در شکل‌های گوناگون از جمله مهنت مجبوری و خدمت‌رسانی‌های اجباری ظهور کرده ابیکت اساسی آن آزادی شخصی انسان میباشد. با استفاده از زورآوری، تحقیر، فریب و استثمار انسان به پردمت خرید و فروش تبدیل یافته حقوق و آزادی‌های او پایمال می‌گردند. در عرصه بین المللی از نگاه حقوق شناسان تمام سندهای بین المللی در سمت مقاومت با سودای آدمان رو به 3 گروه جدا میکنند. یکم سندهای اونیورسالی هستند که آنها با همه جبهه‌های حقوق انسان ربط دارند، از آن جمله به سودای آدمان. دومین سندهای بین المللی است که به واسطه به مقاومت با سودای آدمان نگرانده شدند و سوم سندهای بین المللی میباشند که آنها در سمت مقاومت با سودای آدمان در راه مقاومت با جنایت سودای آدمان مساعدت میکنند و در سبب و شرایط‌های سرزدن این جنایت سهم میگذارند. جمهوری تاجیکستان همچون دولت جدا نشده جامعه جهانی در مسئله مقاومت با سودای آدمان چه از سندهای اونیورسالی و چه از سندهای بی‌واسطه مقاومت و چه از سندهایی که آنها در سمت مقاومت با سودای آدمان مساعدت میکنند جانبداری مینماید، آن را اکثرا تصدیق کرده است. در جریان سمینار مسئله‌های عینیت کنانی قربانیان سودای آدمان، عامل‌های ویکتیمولوژی، پیشگیری جنایت‌های مربوط به سودای آدمان، پرینسیپ‌های معاشرت با جبردیدگان و به جوابگری نکشیدن قربانیان این عمل، اینچنین خصوصیت‌های همکاری‌های بین المللی در این سمت مورد تحلیل و بررسی همه‌جانبه قرار گرفتند. در این سمینار مهمیت تفتیشات پیشکی و بررسی چنین پرونده‌ها در مرحله سودی را به ما مختص دادند. باید قید نمود که جمهوری تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق سازمان‌های بین المللی بوده رعایت معیارهای بین المللی و قانون‌های ملی در هنگام چنین بررسی چنین پرونده‌ها ضرور و مهم میباشد. کمیسیای بین اداروی عاید به مقاومت با سودای آدمان مرتبه دوم است که سمینارهای آموزشی را در سمت مقاومت با سودای آدمان با کارمندان مقامات پروکراتوره، مقامات سودی، دیگر مقامات حفظ حقوق و سوبیکت‌های
мубориза баранда дар самти савдои одамон баргузор намуда истодааст ки ин семинарҳои омӯзишӣ барои такмил додани кори мақомот субъектҳои мубориза баранда барои ошкор ва пешгирӣ кардани ҷиноятҳои савдои одамон, дастгирӣ кардани қурбониҳои савдои одамон, ҷабрдидагони савдои одамон бисёр таъсири мусбат мерасонад. таъкид гардид ки мақсади асосии баргузории чунин чорабиниҳо баланд бардоштани сатҳи дониши касбӣ ва таҷрибаи судӣ, татбиқи самараноки меъёрҳои қонунгузорӣ ва санадҳои байналмилалӣ, инчунин таъмини адолати судӣ нисбат ба қурбониёни савдои одамон мебошад. баргузории чунин семинарҳои омӯзишӣ заминаи мусоид фароҳам меорад то мақомоти давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ дар самти пешгирӣ, ошкор ва баррасии одилонаи ҷиноятҳои марбут ба савдои одамон фаъолияти худро боз ҳам муассиртар ба роҳ монанд.